الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی، جناب محاسب اول سالیس، برادر محترم محاسب دوم جناب استاد دانش، همه اعضای محترم کابینه، والی صاحبان، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عملات توریستی و انفجارات اخیر در کشور، خاصتا بامیان، کابل، فاریاب، بلخ، غزنی، زابل و امروز قندار و شدیدترین صورت تقویم میکنیم. این ملت تسلیم نمیشه و نه تسلیم شده نیست و این رای حل نیست. امروز موضوع عمده ما کروناست. تا بال من 9 جلسه سر کرونا گرفتیم در 10 روز گذشته. از شفاخانه افغان ژاپن، 19 شفاخانه کابل، رؤسای صحت عامه 34 ولایت، 17 رئیس مرکزی علاوه بر جناب وزیر صاحب معین صاحبایشون و دیشب خاصتا امرای یک تیم بسیار مجهز دکترای افغان در دیاسپورا ما صحبت داشتیم. در نتیجه از این واضح است که موج دوم کرونا متاسفانه باعث یک تهدید ملی کشور ما را تهدید میکنه. نقاط که من خدمتتان عرض میکنم، اول مدیریت استراتژیک کرونا. مرکز سوق اداره واحد در وزارت صحت عامه جور شود. هر روز اولین جلسه صبحتان هم امرای تمام رئیسایتان وزیر صاحب بلا استثناء و هم امرای تمام رؤسای ولایتیتان صورت بگیرد و اطلاع دهی به مردم کار شماست. دهی بخش یک مرکز واحد تلفنی در کابل و در هر ولایت باید موجود باشه. مردم ما سرگردان هستند، از شفاخانه به شفاخانه میرن بدون از اینکه بفهمن که کجا جای است کجا نیست، خصوصیات از این. یک تیم مشورتی در مرکز که به شفاخانه در مرکز ولایت مشوره داده بود. موضوع دوم مدیریت زنجیر منابع است. اول تدارکات. نقطه که واضح شد پیشنهادها از شفاخانه مشترک است، تدارکات پراگنده بوده. بنابراین جلسات مرکزی تدارکات با پیشنهاد وزارت صحت عامه دایر میشه، هیچ نوع مقطم نمیمانه. اداره تدارکات ما سرتیفیکیت بانک جهانی را داره، در حالی که 10 کشور دیگه نداره. خواهش ما از شما است جناب وزیر صاحب که پیشنهادهای شفاخانه و ولایت‌ها تحکیم شود، طبقه بندی شود که ببینیم کدام تدارکات به چه شکل انجام شود. مسئله دوم ترانسپورت است. در مرکز میلیون ها دلار میه، ترانسپورت ترتیباتش مشکلات داره. در این بخش وزارت محترم دفاع، داخله، شرکت ملی باختر و شرکت ملی آریانا هم کمک میکنه. سوم گداماست. گداما باید به صورت اصلی مدیریت شد. چیزی را که یافتیم هر شفاخانه پر از مواد بود و مخصوصا دوا، اما هیچ نوع مدیریت گدام و اینا نیست. سلسله گداما در قسمت اول مخصوصا وزارت محترم شهرسازی جناب کرزی صاحب املاک دولتی که به گدام تبدیل شده میتونه و به صورت عاجل از جناب شما خواهش داریم تاسو نه غواړو چې د امکانات ورته برابر کړي او دولتي تعمیرونه باید اولویت ولري. سیستم توزیع عادلانه نبوده. شکایت ولایت تا ولایت، معیارهای واضح توزیع باید وجود داشته باشه به اساسهای مشخص و باز محاسب اول تعریف نقاط مشکل که در زمستان مشکلات دیگه داشته می باشن و با ولسوالی‌ها در عین حال با انتقالات هوایی مانگی کنیم. موضوع عاجل ما اکسیژن است.
در 10 ماه گذشته متاسفانه نه همکارای بین‌المللی ما نه وزارت صحت عامه سنگ سر سنگ گذاشت. غیر یک دستگاه که وزیر صاحب افتتاح کرده، اکسیژن به یک بحران بدل شد. مناسب سے مسئول سرمایه‌گذاری ما را امروز ماموریت دادیم که اکسیژن مورد ضرورت پیدا کنیم به هر صورتی که میشه و به صورت استیجالیت خریداری کنیم. که خبر داده که واکسینون اوس په انکشاف کې دي او واقعا شاید 95% تا 90% تا دې ته ورسیږي. خبر خوش دیز بانک جهانی و همکارایی که به صندوق ARTF یا صندوق بازسازی افغانستان کمک میکنن در پرنسیپ 100 میلیون دلار دیگر به ما میده. همچنین بانک آسیایی 40 میلیون دلار دیگر خاص از خاطر واکسین همراه ما تعهد کرده میده.